دایی نمیدونی چه بلایی سرم اومد. یه روز داشتم تو خونه چرخ میزدم، یهو مامانم گفت بیا این گوشی درست کن، هنگ کرده. منم گفتم باش، ولی ای کاش نمیگفتم. گوشی رو گرفتم، دکمه سرچ گوگل مامانم باز بود، زدم روش که ببندم، ولی خب دیگه این گوگل همیشه وفاداره. شروع کرد نشون دادن سرچ های قبلی. اولی نوشته بود چرا وقتی مامان میاد تو اتاق لپتاپ خود به خود خاموش میشه. به مامانم نگاه کردم، اونم چپ چپ منو نگاه کرد. دومی سرچ این بود چطور وانمود کنیم که داشتیم مقاله میخوندیم نه چیز دیگه. سومی از همه بدتر بود. سرچ کرده بود آیا دیدن سایت های بالای 18 باعث کوتاه شدن قد میشه. مامانم مثل اف بی آی با این نگاه کل پرونده رو بست. فقط گفت واسه همینه که از کلاس 5 تا الان قدت 1 سانت هم نرفته بالا. منم گفتم مامان به روح ننه جون این درست نیست، من فقط لپتاپمه. گفت اوه پس این همون لپتاپیه که نباید داشته باشی. از اون روز نه لپتاپ دارم نه دوست، فقط یه جزوه مونده و یه قرآن که مامانم گذاشته کنار تختم. هر شب میاد میگه بخون پسرم، بخون شاید سرچات معنوی تر بشه.